اداره علمی و فرهنگی البرز گردهمایی تجلیل از 24 اسد را در ولایت بلخ برگزار کرد. همزمان با فرا رسیدن 24 اسد روز فتح، گردهمایی با حضور شمار از باشندگان و مسئولین محلی در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ برگزار شد. در این گردهمایی اشتراک کنندگان درباره نظام جمهوری پیشین، تفاوت‌های دو نظام و تحولات سیاسی افغانستان در سالهای اخیر دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. په یوه کوڅه د ښار کې اویا مردګوخانې وې. حکومت شل کلن حکومت ورسره شریک و باقاعده به څه کول، هغه په هغه لکه د یو چا څه چمچکه څه اخلي دی ورسره شریک و، په پیسو کې ورسره شریک و، په خپل خور بور باندې به مردګوي کول. تفاوت د دې نظام د هغه نظام سره دا دی، لله الحمد، نه به په یو کوڅه کې، نه به په یو ځای کې، نه به په بازار کې داسې د نمونې په شکل که تاسو راوښول، زه منوکل یم چې یو ځای مردګوخانه ده او دا نظام د دې نظام یو فرد د هغې دفاع کوي، ورسره شریکي. زه تاسو ته جرم درکوم، تفاوت یې دا دی چې الحمدلله دا ختم شي. از سوی دیگر شماره از اشتراک کنندگان میگویند که نظام کنونی با قربانی شدن صدها تن و برجا ماندن خانواده های داغدار و کودکان یتیم به وجود آمده و نباید رنج ها و مشکلات گذشته فراموش شوند. آنان تاکید کردند که افغانستان پس از سالها جنگ و ناامنی اکنون دوباره در مسیر آرامش قرار گرفته است. اهل دین الحمدلله در نظام عزت دارند. در نظام اسلامی وقتی که با یک موتر، یک لنگیدار، یک رشدار مجهز با لباس سنت سوار می بود، وقتی که چکمین استاد میکرد، اولین نفری که به او متوجه بود این شخص بود، نه؟ و اولین کسی که تحقیق میشد، بررسی میشد، یعنی این شخصی بود که با کالاهای سنت و لباس سنت آراسته بود، نه؟ و متوجه به این میشد، نه؟ حتی بعضی وقت توهین میشد، تحقیر میشد و از موتر پایین کرده میشد، تلاشی کرده میشد، نه؟ و نمون لباس سنت جرم بود، نه؟ امروز در حمایت تو هم اشد ضرورت مجاهدین و مسئولین نظام اسلامی دارند. امروز در پالویش ایستاد شویم و این نظام اسلامی که با خون شهدا آمده اشد ضرورت به حمایت شما مردم متدین ملت دارد. اگر ملت دیروز که به سختی ها با پالوی مجاهدین ما و شما ایستاد بودن، امروز اشد ضرورت به حمایت شما با مشوره نیک، با رفتار نیک، با تبلیغات نیک که با امرای مجاهدین در پالویشان ایستاد نشویم. دوستای معزز، این نعمت بزرگی که الله با ما و شما داده نشوه که الله از ما خفه نشوه. همچنان اشتراک کنندگان در این حمایش ضمن گرامی داشت از 24 اسد این روز را پایان حضور نیروهای خارجی در افغانستان و خروج آنان از کشور عنوان می کنند. پنجمین سال روز پیروزی مجاهدین امارت اسلامی و فرار آخرین طیاره اشغالگر و متجاوز امریکا که در این روز از افغانستان فرار کردند. البته این روز ما تجلیل کردیم. حریت و آزادی این یکی از دستاوردها و رشادتها و مبارزات مردم شریف افغانستان بوده. در گذشته ها ما شما می دیدیم و یا می شنویدیم که مردم متدین و مخلص و حتی که جایگاه انسانیت را اونها نمی دانستند، جایگاه انسانیت را هم زیر پا می کردند، حرمت و کرامت و شرافت انسان را زیر پا می کردند. دشمنان منحوس و لعینی که در 20 سال مردم افغانستان را بر گلوهایشان پا نهاده بودند در زندانها می انداختند. در پایان این گردهمایی مردم از فعالیت‌های اداره علمی و فرهنگی البرز قدردانی کرده و آنان بر حفظ دستاوردهای موجود، تأمین امنیت و ادامه تلاش‌ها برای آبادی و پیشرفت افغانستان نیز امیدواری می‌کنند.